سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز قراره که یه دست CS بریم. اصلا CS چرا، اصلا میریم یه دست لان وولف که فقط با سطح بازی من آشنا بشید دیگه. خب استارت بکنیم، اما قبلش حتما بچه ها سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید، اون زنگوله هم فعال کنید دیگه. خب دیگه بریم سراغ ویدیو. از سوله استارت میکنیم، وای میسیم تا این استارت بشه. بله خب استارت شد. خب اولا مهم دیزل بگیرم. اولین دست بچه با دیزل بریم ببینیم که چیکار میکنیم دیگه. خب دیگه صدا رو اصلا فکر نکنم خوب بیاد، نمیدونم. خب پینگم هم خوب نیست. آخ پینگم رفت بچه، پینگم رفت. اصلا پینگ نداشتم واقعا، پینگم قرمز بود. صدام واقعا فکرم خوب نمیاد. لازه خب نمیدونم بهتر میشه، فکر نکنم ولی بهتر بشه. فقط وستد من خیلی دیگه واقعا دارم لگ میخورم. دیگه باید به شیوه خودش عمل کنیم. ما هم باید وای بازم پینگم رفت بچه، کلا پینگم رفت. چه روخه داره اینطوری میشه؟ ایناش پینگم تا میاد خوردم، کلا پینگم قرمز بود. یه ویدیو میخوایم بگیریم نمیشه. خب فکرم سنایپر رفت. خب خودم دبل حداقل کرده باشه. بله دبل کرد. اوه زد اینجا میاد. نگفتم آه خورده بودا. حساب نکرد خورد ولی حساب نکرد. مدش بیرون. 123 خوردش. نگاه کن البته فکر کنم واقعا اون دست و واقعا مفت خوردم. دوتا دست اولو پینگم نمیرفتهش قطعا میزدم. حالا به همین دلیل یه دست دیگه هم حالا باز میریم لان وولف. چیزش کنیست زدم اولیشو. خب این دست ببینم چیکار میکنم. بازم از همون شیوه اگر یادم باشه بریم اینجا. در همچین مواقعی باید وست.
اینم از یکی دیگهش. فکر کنم فقط ویست زدم، فکر نکنم تیر قرمز هم داخل این دست زده باشم. 4-2. خب چی گرفت؟ اسکار گرفت. همین از این ور میاد، بزارن نمیاد. وای باز از اکتیوش استفاده کرد. ماش نباید تیر میزدم. خب اسکاش دو ریته. علم شاید بشه. احتمالا علم بشه دیگه. بله علم میشه. نشد. یخ ندارم. وای فکر کنم حساب نکرد، از زونم دمیج خورده شاخه. 5-2. خب یه دستی هم میریم الان، یه دستی هم بریم. چه سریع شد. خدا کنه این دست دیگه بزنیم دیگه. خب یه دیزل همیشه دست اول. این دست من کینگم قرمز نشه خیلی خوب میشه. خب دختره؟ از این دیگه من نباید بخورم. شده ویست بزنم فقط. سونیا وای آخیش انقدر از این سونیا من بدم میاد. هر موقع تعریفم سونیا باشه بیشتر مواقع میخورم ازش. خب بک داد؟ نه پینگ هم اوکیه ظاهرم. یا حالا یه هد نمیخوره. تا من الان ویدیو قطع کنم یه هد میزنم. کنه از این شانس ها نداریم اصلا ویدیو فکرم هد بزنیم. آخ راش بدم راش میدم دیگه. چرا آخرا یه هد نباید بزنم؟ شاید دقیقا فریزمو نمیدم. احتمالا داره میاد. نه میاد اومدش پایین. این هم از یه هد دیگه. خب اکتیوش بکن که 10 بار دیگه هم تازه فهمیدم. خب چی میگه
اوه اسنایپ وی اسکینر واقعا با این نمیشه زد. دبل کن. خب واقعا من با این نمیتونم. صد و 23 تا خورد. بیاد بیرون یه تیده میزنم. دوباره بیا بیرون. تو خدا یه بار دیگه بیاد بیرون بازم میخوره. ای نخورد. وایس یا از این راه باید بزنیم. 45 خورد. بیاد بیرون. خورد. آخ خوردم. صد و 23 تا دیگه خورد. البته فکر نکنم حساب کرده باشه. البته حساب نکرد. بازم این سونیا. اینم یکی دیگه. خب 3-0. واقعا نمیدونم هدفش از دبل اسنایپ کردن چی بود. قدر یکم دیگه میگرفتش. نگاه کن اون 89 خوب زدمش. یعنی فشار زیاد روم بودش. خب 4-0 منو کردم. باید گام بگیرم. بذاریم بازم دبل کنم. دیگه الان میخواد چیکار کنه دیگه. من ازش بخورم. سونیا رفت. حساب نکرد. حالا زدم. خب همین دیگه. فقط میخواستم با سطح بازی آشنا بشین دیگه. همین. حالا از این بعد سعی میکنم شورت ویدیو یک کمی بذارم. نه زیاد لانگ ویدیو دیگه سعی میکنم نذارم زیاد. یک کوچولو حالا دقیقا تا تابستون سعی میکنم بیشتر شورت ویدیو بذارم. خب مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. فعلا خدا حافظ.